بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت ملت ایران آریایی. این جانب ستوان سوم مصطفی لقمانی، افسر پلیس مملکت جمهوری به ظاهر اسلامی. الان چند دقیقه هست پیامک واریزی حقوق آذر ماه هم دریافت کردم. مبلغ دریافتی حقوق بنده با 3 فرزند که هر 3 فرزندم محصل هستم شده مبلغش 23 میلیون و 900 و خورده ای و بنده مستاجر هستم، ساکن شهرستان مینا استان هرمزگان هستم و محل کار بندر عباس. باید هر روز این مسیر رو طی بکنم، برم بیام. هر سری رفت و برگشتم 500 تا 600 هزار تومان باید کرایه بدم و اکنون تقاضا دارم از ملت شیپرور یک کلیه‌ای دارم. کلیه هم سالمه، میخوام کلیه رو بفروشم. هر کی خریداره به این شماره کارت که الان میخونم خدمتتون 63 73 12 27 55 11 17 هر کسی خریدار هست با این شماره واریزی داشته باشه و شماره تلفن من 0917 593 42 44 هستش. واتساپ همین شماره هست، به لطفاً پیام بگذارید برای خرید و هماهنگی جهت فروش کلیه، چون دیگه واقعا با این پول دیگه نمیشود زندگی کرد. آقای خامنه ای، آقایی که نماینده خدا بر روی زمینی، نماینده امام زمانی، با امام زمان و دیگران در ارتباطی. ببین امام زمان یه سوال بگیر از امام زمان، شما در ارتباطی ما که امام زمان نمیشناسیم، اون ما رو نمیشناسه. بپرس شرایط زندگی ما رو، بپرس چجوریه، ما تا کی زندگیم، چجوریم، باید چیکار بکنیم، نمیدونم با این چجوری این حقوقی که شما به ما میدی باید خرج بکنیم. اینا رو همه سوال بکنن. شما بالاخره دستمون نده کوتاه به بزرگان دین. و چند وقت پیشی همکاری در یاسوش کلیپی منتشر کرد و بلا فاصله یکی 2 روز بعد بلا هر علت تهدیدش کردن یا هر جوری هست، اومد و گفت که به حرفشو پس گرفت، در کل حرفشو پس گرفت. ولی این بنده چیزی برای از دست دادن ندارم و حرفی رو هم که زدم پس نمیگیرم. اعلام دارم مشکل کردم و آقای مجددا عرض کنم، آقای خامنه ای، آقایون مسئولین، آقایونی که دارید حکومت میکنید و از حکومت لذت